هر کشوری که بخواهد به قله‌های پیشرفت دسترسی پیدا کند dan setiap negara yang berminat untuk mencapai puncak ilmu باید این فناوری را در اختیار داشته باشد. harus mencapai dan mendapatkan teknologi tersebut. ما در کشورمون خودمون تشخیص میدهیم که از چه نوع انرژی استفاده کنیم، از چه نوع فناوری استفاده کنیم و اصولاً چگونه زندگی بکنیم. Dan melindungi hak semua negara di dunia. اما اجازه بدید یه جمله آخر هم عرض کنم. مطمئن باشید ما ایستاده ایم و تا آخر هم خواهیم ایستاد. Saya meyakinkan kalian, kami Saya coba untuk moderatori pertanyaan-pertanyaan, tapi saya mohon maaf karena Israel. به فرض اینکه چنین خبری درست باشد یهودیان در اروپا کشته شده اند. ترجمه کنم. چرا اسرائیل باید در شرق و در فلسطین برپا شود؟ همه به دنبال اتکا به وجودی هستند و وقتی نتواند به وظیفه خود عمل کند به خودی خود از بین خواهد رفت. Dan kalian